مولید برای من قصه کرد که من شو وقت میرفتم از خانقاه، گفتم که آقا صاحب علی من که شو میرم اگه کدام تکلیف در پیش شود. گفت وای بچه ما بجانی آقا، من پیر برای چی است؟ پیر برای چی است؟ آقایت برای چی است؟ من آواز بده میرسم. اما یک نفر خوب شناخته بود شد، آمده بود پیر صاحب بسیار احترامش کرده بود. گفت الله تو را اجر بده پیر صاحب. گفت چرا؟ گفت سری رامه ما گرگ آمد، گرگ. گفت که همی تو را صدا کردم آقا صاحب، دیدم که یک سگ سیاه پیدا شد، همون تو بودی. گرگ ورداشت، گرگ گفت دوان قربانی تو آری پیر شام. گفت که اینطور یک سگ سیاه جور شده بودی؟ هیچ برسان نکرد. دیگهش برای من میگه مولوی صاحب نه، یک دانه جیف داشتیم، هر چی که کردیم چی نشد، چالان نشد، در دشتم ماندیم. یک دفعه گفتم او پیر برست. گفت سعی کردم امی سلب زدم، رنگی تلا چالان شد. گفتی تور پیر پیرای تور پیراست. ما گفتم او را امو سلفه که تو میزدی و لینکش نمانده بود امی شیطان جنی که او بخوره، وقتی که تو در پیر صدا کردی او مانشه. این کارا میشه.